اولا حضور همه مهاجرین عزیز را، حضور خواهر و برادر را در وطنشان، در خاکشان، در خانهشان از صمیم قلب خوش آمدید میگوییم. مهاجرین به خاک و وطن خود خوش آمدید و قدومتان بر دیدگان هموطنانتان هست، چون میدانیم که شما مظلوم واقع شده اید. حکومت و ملت در برابر مهاجرینی که مجبور و مظلوم واقع شده اند مسئولیت دارند. ای بندگان الله، ای مسلمان ها، ای افغان های با عزت، وقتی میگیم مسئولیت یعنی مسئولیت دینی، مسئولیت وجدانی، مسئولیت انسانی داریم در برابر این موضوع که هر کدام ما به اندازه خود باید به خدمت حاضر باشیم و این موضوع را خوب بفهمیم. اول برای مسئولین کشور ایران میگویم، برای این همسایه نامهربان میگویم، این رفتارتان دور از دیانت و وجدان و انسانیت هست که با مهاجرین افغانستان صورت گرفته هست، دور از انسانیت می باشد. حالا مسئله دیانت یک طرف، دور از انسانیت هست که تو یک مرتبه هزارها مهاجر را اخراج کنی و هزارها افغان با عزت را بخواهی بی عزت کنی. این رسم جوانمردی نبوده، این جوانمردی نیست، این قهرمانی نیست. این که تو قدرت خود را به ما نشان بدهی این قدرت نمایی هم نیست. ملتی که یک عمر در کنارتان بودن، مهاجرینی که کشورتان را آباد نمودن، مهاجرینی که اگر توهین نمودید، تحقیر نمودید، لطوکوب نمودید، صدای خود را نکشیدن چون مظلوم و مجبور بودن، امروز تو میایی با بیعزتی اینها را میکشی. این را بدانن مسئولین همسایه نامهربان که این روز به سرشان خواهد آمد. به انسان میرسد. این کره زمین گرد است، به هر طرفی که بچرخی پس میایی به جای اول خود. افغانها از خود عزت دارند، افغانها از خود آبرو دارند، افغانها از خود وقار دارند، افغانها از خود امروز امرا و مسئولین غمخوار دارند. باید همگی این را بدانند و بفهمند. برای مسئولین کشور ایران میگویم که اگر یک افغان بی وطن بشود و فقر و تنگ دست بشود و تنگدستی و بیچارگی و مظلومیت دامنگیرش بشود و پشت دروازه ها و پشت مرزهای بیگانگان بماند، این حالت به هیچ وجه به این معنا نیست که بی عزت و بی غیرت شده باشد. افغانها از خود عزت و آبرو دارند، افغانها غیرت خاص خود را دارند. درست از کارگر شدیم، فقیر شدیم، اما بی ریشه نشده ایم. ریشه افغانها به ایرانیان معلوم است. یک افغان بی خانه می شود اما بی هویت نمی شود. این درد دل است که می گویم، نمی ترسم و نمی هراسم. جهانیان بدانند ما اول مسلمانیم و بعد افغانیم. ما افغانیم، ما مسلمانیم. این را میخواهم بگویم که ما را از کروز خود نترسانند. افغان نمی ترسد، نمی لرزد. و جریان هستید که اخراج مهاجرین، اخراج افغانان عزیز ما بدون توافق، بدون هماهنگی، بدون اینکه تو هزارها مهاجر را سرازیر کنی پشت مرزها بمانند، این هم خیر باشد. از گرسنگی و تشنگی بمیرند، این هم خیر باشد، چون ما عزت و آبرو داریم. اما این را میگویم که تحمل کرده نمیتواند افغان که تو ناموسش را بگردانی. افغان تحمل کرده نمیتواند. ای حاضرین، شاید در این جمع مهاجرین باشن یا نباشن،
درد مهاجر افغان درد من و توست، غمش غم من و توست، آوارگیش آوارگی من و توست. مسئولیت ایمانی و وجدانی داریم که ادای مسئولیت بنماییم. گفتم افغان ها همه چیز را تحمل میکنن، امروز با عین نامردی و میبینیم که لطکوب، توهین، تحقیر همه یک طرف. تو مرد را بیرون میکنی زنش اونجا بمانه، اولاد را بیرون میکنی مادر بمانه، مال و داراییش را میگیری. این به کجا آمده است؟ از بزرگان امارت اسلامی خواهان هستیم، همان قسمی که در کنار مهاجرین قرار گرفتید، 6000 جریب شهرکی برای مهاجرین ساختید، با جان و مال در کنارشان هستید. از شما این را میخواهیم که این موضوعات را از طریق وزارت خارجه باید صحبت بشود و از آبرو و حق مهاجرین دفاع بشود، باید جدی پیگیری بشود. الله منان به هر کدام توفیق عمل بدهد.